رسول الله صلی الله علیه و سلم را با عنوان السلام علیکم تقدیم می دارم. البته مدت پیش در ایران بودم، تازه برگشتم، به همین خاطر از درد دل مهاجرین عزیز افغانی شعر ترتیب دادم به حضور شما طور دیکلمه به خوانش می گیرم. می خوانم از دل و جان، گوش کنید ای عزیزان، درد دل مهاجر را جمال جلیل کرد بیان. افغانستان ناامن بود، مهاجر شدیم به ایران، شب و روز جان میکنیم خاطر یک لقمه نان. بار دوش کسی نیست مهاجرای افغان، از زور بازوی خود مهاجرین میخورد نان. دکس کمر را دارد جمله کارگر ایران، کارهای سنگین میکند مهاجرای افغان. مثل مال به صاحب هر طرف استیم روان، مال که صاحب دار نبود گرگا می شود سلطان. در هر جا کشته شدیم ما مهاجر افغان، گردن مهاجر شکست زیر زانوی ماموران. پیش می کند مهاجر را مامورهای مرز ایران، دستگیر می کند ما را دستبند زند دستمان. طفلکای زن مرد زار زار می کنند گریان، ما هم چاره نداریم به زور آسیا گردان. یک سلام خاص دارم به نظام های ایران، رحم شفقت بکن برای بیچارگان. از دلسوزی کار بگیر نکن ما را تیرباران، تشنه و گرسنه‌ایم آمدیم در ملکتان. ظلم زیاد پایدار نیست جناب سرهنگ ایران، برخورد درست کنید به مهاجر افغان. مظلوم اگر آه کشد عرش خدا از لرزان، شما هم مهاجر دارید در کشورهای جهان. تحقیر توهین کردن نیست در شأن بزرگان، از برای نرم گفتن شد زبان بی استخوان. طرفدار کسی نیستم درد دل کردم بیان، به چوکه ها دل مبند بزرگان افغانستان. تخت اگر وفا میکرد به حضرت سلیمان، سیم زر بردنی نیست خوب میدانید خودتان. عاقلان را یک نقطه کافی است برایشان، حکومت خوب داریم فعلا در ملک افغان. با هم متحد شوید وطن شود گلستان، 300 نفر شهید شد سر مرز کلکان. یکی هم پرسان نکرد گوسفند بوده یا انسان، این چه ظلم و خدا بود برای ملت افغان. از ماشین‌های بلوچ خودم میندازن پایان، از ماشین‌های بلوچ خودم میندازن پایان. یا زخمی زده میشه یا به خدا میته جان، پلیس میبینه گفته در خانه میشه زندان، به خاطر تداوی نمیره بیمارستان. ای مسئولین افغان از مهاجر کنید پرسان، سالها درد میکشیم خود میدانیم خدا جان. کدام دردا را بگم ظلم و ستمها روان، غرق دریا میشود مهاجر افغانستان. بعض سوال میکند مذهبت چی از جوان، بعض سوال میکند مذهبت چی از جوان. زندگی برای مهاجر جهنم است در ایران، مهاجر نماز ندارد رمضان عید قربان. دزدی نماز میخوانیم ما مهاجر افغان. حرفهایم دروغ نیست باور کنید مسئولان، حرفهایم دروغ نیست باور کنید مسئولان. لاف از اسلام میزند این بزرگای دوران، کارهای غیر انسانی میکند با مهاجران. کی شود پیدا به ما یک مسئول مهربان؟ چطور زنده میگردین فراری های افغان، چطور زنده میگردین فراری های افغان؟ جیبای خدا پر کرده رفتیم دبی نامردان، ملت را کردیم تباه چه قسم داشتن وجدان. وجدان ها در کار باشه راحت میشه مهاجران، وجدان